سلام دوستان، خدا کنه جو سلامت باشین. دوستان امروز میخوایم طریق افزایش سرعت ماوس براتون آموزش بدیم. در قدم اول میریم سر کنترل پنل. سر کنترل پنل کردیم ممکن است از بعضی کسا اینطور باشه، این تو کاتگوری باشه، و ما بعد میریم سر ویو بای کاتگوری. اینجا با ما چند گزینه را پیشنهاد میکنه. ما اینجا انتخاب میکنیم لارج آیکن. لارج آیکن انتخاب کردیم، با ما بعض آپشن اینجا باز میشه و ما در کمتر خود جستجو میکنیم ماوزه. سرش یک بار کلیک میکنیم، این تک پنجره برای ما باز میشه و ما اینجا خوب دقت کنیم. میریم سر پوینتر آپشن. سر پوینتر آپشن در قسمت اول سلاید اسکیل پوینتر سپید، یعنی سرعت ماوس رو انتخاب کنین. اینا رو بود از جوری میگیریم. این سلوس میتونیم اینا زیاد کنیم، کم کنیم. اینا فاست از سعی کنین. شما ماوس برای میبینین که از دیدن نمیشه. اگر اینا کم کنیم سعی کنین، ماوس بسیار با سختی حرکت میکنه، ببینین. و همین خوب است که اینا ما باز هر کس دلش کس هر چی که ماند. خدا کنه ویدیو خوشتون باشه. لایک سابسکرایب از یادتان نره. خداحافظ.